حالا که سوپراماکسمون رو به دست آوردیم، مد دستگاه رو به TOF تغییر میدیم، یک بار تستش میکنیم و به راحتی الان میتونیم داروی بلوک کنندمون که نان دپولاریزان هست رو تجویز کنیم و با TOF مانیتورش کنیم. ما داروی نان دپولارایزینگ ماسل ریلکسانتمون رو تجویز کردیم و دستگاهمون رو طوری ست کردیم که هر 20 ثانیه به ما یک TOF بده. به مرور انتظار داریم که فیدینگ رو در TOF ببینیم و انتظار میکشیم چند دقیقه تا TOF رو در واقع هیچ پاسخ به TOF نبینیم و با TOF صفر 30 تا 90 ثانیه بعدش صبر میکنیم تا بیمار رو اینتوبه کنیم که احتمالاً اون موقع در فاز اینتنس بلاک هست. همونطور که ملاحظه میکنیم برای اینکه چند دقیقه رو سریعتر ببینیم ما یه مقدار تصاویر رو تند کردیم. خب TOF ما صفر شد، 30 تا 90 ثانیه صبر میکنیم و بعد بیمار رو اینتوبه میکنیم.